در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. اما تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران به چند دلیل خطرناکتر از سایر جنگ هاست. وقتی جنگ آغاز میشه همه برنامه ها تعطیل میشه. صدر اعظم انگلیس گفت که ما تحت فشار قرار دارم که به این جنگ داخل شوم، ولی گفت من منافع کشور خود. ولی ایران ملت است، اینجا نهاد است، اینجا مردم است، اینجا رهبر است، اینجا فداییان است، اینجا مردمای با ایمان است، اینجا تاریخ داره، فرهنگ داره. و امروز چرا ایران بعد از افغانستان لابراتوار تجربه سلاح‌های نظامی هوایی امریکا میشه که سر آشیانه یک ملتی که هم مخالف داره هم موافق داره. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. سایه شوم جنگ همیشه بر تاریخ انسان تاریکی ها و ویرانی های فراوان آفریده است. اما تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران به چند دلیل خطرناکتر از سایر جنگ هاست. اول، ترویج به اهمیتی خون انسان که با قتل عام مردم غزه آغاز شد و با حمله به مکتب دخترانه میناب در ایران تداوم یافت. دوم، رگبار دروغ پرزیدنت ترامپ که حتی حرفهایش را خودش در نیم ساعت نقض می نماید. این دقیقاً استهزا نمودن عقل جمعی تمام بشریت است. غافل از این که احمق پنداشتن سایرین نمایانگر آن است که صاحب این تفکر احمق ترین است. بدیهی سوم این جنگ نقض مکرر قوانین بین المللی از جانب نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ است. اینان صلح را، دیپلماسی را، مذاکره را به مسخره گرفتند. به همین دلیل رادیو کتاب وادار شد وبینار را تحت عنوان نگاه انسانی به تجاوز اسرائیل امریکا به ایران دایر نماید و به مدد صاحب نظران همین مسئله را پیگیری کنیم. چرا نگاه انسانی؟ به این دلیل این جنگ به سرنوشت آحاد نفوس دنیا مرتبط شده است. از حمله به مراکز علمی گرفته تا مراکز کیمیایی بسیار خطرناک و جنگ روز به روز خطرناکتر می شود. امروز 12 حمل 1405 در خدمت دانشمنده هستیم. به اجازه همه بزرگوارا من مایک به امینی صاحب میسپارم. امینی صاحب با سلام خدمت شما، بفرمایید. تشکر. بندم خدمت همه بزرگوارا سلام و احترام عرض میکنم. راجع به تاثیر جنگ یا نگاه انسانی و تاثیر جنگ که عنوان برنامه است، میتونیم بگوییم که تاثیر جنگ بر جوامع انسانی یک تاثیر بسیار فوق‌العاده است و هیچ نیروی برابر جنگ انسانها را تحت تاثیر قرار نمیده. وقتی جنگ آغاز میشه همه برنامه ها تعطیل میشه. مثلا درس از جمله چیزهایی است که آموزش تعطیل میشه، یعنی ذهناً انسان ها همه چیز تعطیل میکنه. مثلا یک کسی اگر بخواد انجینری درس بخونه، انجینری برای رفاه انسان است. یا کسی میخواد مثلا طب درس بخونه، طب در حالت برای انسان ها مفید است که حالت جامعه یک وضعیت عادی داشته باشه. کسی مثلا میخواد فیزیک و کیمیا و اینا رو بخونه، همه اینها در خدمت رفاه انسان است. اما جنگ نه تنها در خدمت رفاه نیست که در خدمت تخریب منابع رفاهی است. جنگ نه تنها برای رشد فکری انسان ها نیست که برای قتل انسان هاست. واضح است که وقتی حرف از زدن و کندن و کشتن و بگیر و ببند است، دیگه فکر آدم در ساحات دیگه کار نمیکنه. و متاسفانه تأثیرات جنگ نه تنها در نسل جنگ که در نسل بعد از جنگ نیز باقی میمانه. ما هم به صورت ملی هم به صورت بین المللی تجربیات زیادی داریم که جنگ تأثیرات بسیار منفی داره.
کسایی که در جنگ ویتنام اشتراک کردن، عساکری که در جنگ ویتنام اشتراک کردن از امریکایی‌ها، سالها بعد حتی فرزندانشان یک ترومای بعد از جنگ تجربه کردن و یک حالت استرسی، حالت جنگی را از خود بروز دادن که از نظر روانی سر همه تاثیر گذاشته بود. اگر از نظر ملی هم ملاحظه کنیم میبینیم تاثیرات جنگ یکی است که جنگ خشونت بار میاره. دوم، جنگ ارزش خون انسان پایین میاره در نظر عامه مردم. سوم، بیقانونی را جنگ عام میسازه، چون جنگ همیشه توسط عناصر آگاه و دانا و عناصری که از حقوق انسان باخبر است اداره نمیشه. وقتی که جنگ آغاز شد، جنگ در دست کسای رهبری میشه یا اکثرا کسای از جنگ سوء استفاده میکنه که دیگه به هیچ معیار و قانونی وابسته نیست و این تاثیر خود در جامعه میگذاره. من یک نمونه را خدمت شما عرض کنم. تاثیر بعد از جنگ، یک نمونه خاصش مسئله فرخنده در کابل است. یک کسی فریاد میزنه که این زن ضد قرآن است. دیگه هیچ کسی نمیپرسه که کدام محکمه، کدام دادگاه با صلاحیت تثبیت کرده که این آدم مرتد شده. صرف به عنوان یک فرد یک کسی صدا میزنه که این آدم مخالف قرآن است. از هر گوشه هر کسی احساس میکنه که باید در این ثواب شریک شود. هر کس به هر اندازه که توان داره به او آدم مظلوم محروم بیچاره‌ای که در وسط افتاده ضربه میزنه. این تاثیر جنگ است، یعنی خشونت روانی که از جنگ ما به ارث بردیم. و همچنین گروه طالبان یک گروه است که بعد از جنگ ایشان به وجود آمده و اینا گروه است که از تاثیرات جنگ خشونت اینا به میراث برده. خشونتی که در جنگ‌های داخلی و خصوص در جنگ‌های کابل ما تجربه کردیم، و خشونت ها را طالبان آمدن به صورت قوی‌تر در جامعه پیاده کردن. بنابراین تاثیرات جنگ یقینا در روان اجتماعی تاثیر میگذاره، در روان افراد تاثیر میگذاره. افرادی که جنگ تجربه کرده یقینا افراد سالمی نیست. حتی گفته میشه کسی که هیروشیما را بمبارد کرد فردا وقتی که در روزنامه خوند که ما 500 نفر انسان کشتیم، میگه فریاد زد، دیوانه شد. حتی بسته کردن تیمارستان، زندانش کردن و بعد از تیمارستان که فرار کرد روزنامه ها نوشتن که یک روانی بسیار خطرناک از زندان آزاد شده، مردم متوجه جان خود باشند. میبینیم که اینا تاثیرات جنگ است. جنگ فعلی میتونه دو تا تاثیر داشته باشه. یک تاثیر در سطح بین المللی که نظام حقوق بین الملل زیر سوال میره. مثلا وقتی که یک دولت از قدرت خود استفاده میکنه، میره یک رئیس جمهور اسیر میکنه و میاره زندانی میکنه، معنایش است که دیگه حقوق بین الملل در دنیا حاکمیت نداره، حقوق نیست. و اما تعبیر بسیار متاسفانه بدبینانه ای که وجود داره که میگه قانون یا قانونهای حقوقی مثل تار عنکبوت است که ضعیفترین مگس ها را بند میندازه، ولی اگه یک زنبور کلان آمد تار را با خود کنده میبره. یقینا حقوق بین الملل از نظر کسایی که قدرت داره و قدرت خود به این صورت استفاده میکنه یک چنین چیزی است. میبینیم که دیگه حقوق بین الملل کاملا از بین رفته. دوم، از نظر حقوق انسان که خیلی از شعارها مبنی بر این بود که حقوق انسان باید رعایت شود، میبینیم که هیچ نوع حقوقی در نظام فعلی بین الملل رعایت نمیشه. هم از نظر ملی و هم از نظر بین المللی و هم از نظر فردی میبینیم که تمام آنچه را که انسانها بعد از جنگ جهانی دوم رشته بود و بافته بود و به صورت اعلامیه حقوق بشر یک منشور منتشر کرده بود و ده ها کمیته تابعی زیر منشور حقوق بین الملل به وجود آمده بود، همه اینا همش پنبه شده و برباد رفته و هیچ کس به هیچ یکی از حقوق گوش نمیده و نمیبینه. بنابراین از این نظرم یک تاثیر بسیار فوق‌العاده منفی در جامعه خواهد گذاشت. شما میبینید نظام حقوق بین الملل در گذشته قسمی بود که زور معیار نبود.
که یک کس در سرزمین حاکمیت داره، چی سرزمین قوی باشه، چی ضعیف باشه، چی وسیع باشه، چی محدود باشه، میدیدیم که اونا در حقوق بین الملل همشون مساوی حساب میشد. مثلا اگر یک کسی به نام امیر قطر در یک جلسه اشتراک میکرد، وسعت خاکش بسیار محدود است، تعداد نفوسش بسیار کم است، اما همراه با دیگرها در عرض مثلا رئیس جمهور چین احترام مساوی برش قائل میشدن. ولی امروز این حق نقض شده. اگر زور داری قابل احترام هستی، اگر زور نداری و مملکت ضعیف رهبری میکنه، پس بیا در زندان ما بخواه. میبینیم که حقوق بین الملل به صورت کلی نقض شده و این جنگی که در ایران آغاز شده میبینیم جنگی است که واقعا از نظر خشونت بسیار او رو برهنه و بدون نقاب است. دو بار این جنگ آغاز شد و هر دو بار دو تا مملکت در حال مذاکره بودند و از توافق دم میزدند. مذاکرات با واسطه ممالک دیگه ادامه داشت، یعنی ناظرین هم از نظر حقوق بین الملل برخوردار از حیثیت بودند، اما میبینیم که در جریان مذاکره جنگ آغاز شد. تخریبش هم بسیار وسیع و گسترده. از نظر بین المللی و از نظر حقوق افراد هم میبینیم که اولین روزی که بمباردمان در ایران آغاز شد، مدرسه مینا بمبارد شد. مدرسه ای که دخترای زیر سن 10 سال در اونجا تحصیل میکردن یا زیر سن 12 سال. به هر حال تأثیر یک چنین تجاوز، یک چنین جنگ در روان انسان ها باقی خواهد ماند و همیشه انسان ها یک چنین چیز را به خاطر خواهند سپرد و ما امیدوار هستم که به زودی جنگ خاتمه پیدا کنه و بتونه دنیا یک کنترل مثل بعد از جنگ جهانی دوم در قسمت حقوق بین الملل ایفا کنه که دیگه از این نوع جنگ ها صورت نگیره. تشکر. خیلی ممنون امینی صاحب. عاطف صاحب بزرگوار، مایک در خدمت شماست. جناب محسنی صاحب، سلام خدمت شما، بزرگوارای حاضر در برنامه، جناب امینی صاحب، جناب جنرال صاحب، کاظمی صاحب و مخصوصا دکتر صاحب فیضانی که خیلی وقت بود صدایشون رو نشنیده بودیم. امیدوار هستم که برگشته باشن و مثل همیشه با ما باشن. عنوان برنامه امروز نگاه انسانی به جنگ حاضر است. همونطور که امینی صاحب پیامدهای جنگ تشریح کردن، توضیح دادن، من میخوایم بگم و همونطور که خودتان هم در مقدمه گفتین سایه جنگ همیشه بر اجتماع انسانی مستولی بوده. من میخوایم امیر بگم که جنگ یک پدیده است منفور، منزجر کننده، ولی همیشه هم بوده. یک مشکل اساسی، یک آرزو انسانی است که جنگ نباشه، ولی به این آرزوی خود هنوز دست نیافته. از آغازین روزا چه در سطح فردی ببینین چه در سطح اجتماعی ببینین جنگ بوده. جنگ به خاطر بقا، جنگ به خاطر غذا، جنگ به خاطر منابع، جنگ به خاطر اقتصاد، جنگ به خاطر سرزمین، به هر عنوان که شما میخواین جنگ بوده. بعدش هم بعد از ظهور ادیان به جنگا به خاطر تحریک مردم، توجیه از جنگا رنگ و لعاب ایدئولوژیک و دینی و مذهبی هم برش داده شده تا چون جنگ بوده همیشه. بعد از جنگ دوم جهانی، همونطور که امینی صاحب اشاره کردن، جهان کوشش کرد سطح جنگا رو پایان بیارن یا جنگ کمتر بسازن. کارهای هم در این رابطه صورت گرفته، البته در کشورهای پیشرفته بیشتر، عمیق‌تر، در کشورهای عقب مانده کمی ضعیف‌تر. مثلا در شما ببینید هر دو جنگ از اتحادیه اروپا سرچشمه میگیره و امروز اتحادیه اروپا یک اتحادیه درست کردن، پارلمان اروپا است، اونجا نماینده‌های کشورهاست. در کشورهای پیشرفته دیگه هم نماینده های مردم هست که از جنگ‌ها به سطح ملی جلوگیری بکنن، بیرن در پارلمان به سر کل یکی دیگه میکوبن تا اینکه جنگ در یک اتاق جمع شود، به عوض از اینکه در یک کشور باشه. و در سطح ملی و منطقه همچنان ما گفتم اتحادیه اروپا و پیمان‌های دیگه در مثلا در جنوب آسیا اگر چه زیاد موفق هم نبوده، پیمان سارک است، پیمان‌های دیگه هم بوده. اینا همشون تلاش‌های انسانی است به خاطر از اینکه جنگ نباشه یا حداقل کاهش پیدا کنه، ولی متاسفانه زیاد موفق نبودیم و جنگ همیشه بود. امیدوار هستم که در آینده بتونیم انسان‌ها تا این توفیق پیدا بکنن که دیگه جنگ نباشه. این از لحاظ انسانی اگر ما بخوایم این جنگ ببینیم امی است. خب جنگ در هر حالتش، به هر عنوانی که باشه، در هر کجایی که باشه، با هر کسی که باشه منفور است و مردود است و پیامدی هم جز نداره جز تباهی و ویرانی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ انسانی، بجز از بیوه و یتیم و معلول و معیوب چیزی در قبال خود نداره.
همین نگاه انسانی به جنگ همی است. ولی اگر به این جنگ از لحاظ حقوق بین الملل عمومی نگاه بکنیم، میبینیم به میریم به منشور ملل متحد ماده 51. این ماده 51 یک سر به ما خاطرشان میسازه و این است که ایران در موضع دفاع مشروع قرار، چون حمله صورت گرفته و این حمله کننده نبوده، کشورهای دیگه هستن، ایران و امریکا و اسرائیل، بنان در حالت دفاع مشروع است و ماده 51 منشور ملل متحد دفاع مشروع را توجیه میکنه، یک عمل جایز میدانه. و با اینکه در پهلوی از این کشورهای دیگه دو مسئله دیگر را در چوکات همین ماده 51 مورد توجیه قرار میدن، مورد بررسی قرار میدن، یا در مو چوکات میارن، یکی دفاع پیشگیرانه است و یکی هم دفاع پیشدستانه، که هر دو مفهوم جداگانه است. من نمیخوایم با این مفاهیم بریم، اما حتی همین دو مفهوم هم برای جنگ برای امریکا و اسرائیل قابل توجیه نیست، به خاطر از اینکه قبل از اینکه جنگ آغاز شود، یعنی بعد از جنگ 12 روزه، خود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از تمجید از پیلوتای جنگنده‌های B-2 گفت که ما تهدیدی که از جانب ایران بود این دیگه به یک مدت طولانی از بین بردیم. بنابراین تهدیدی هم وجود نداشته که شما بخواید یک عمل پیشگیرانه را انجام بدین یا یک حمله پیشگیرانه. و یکی دومی که خود ایران یا کشور ایران یا جمهوری اسلامی ایران هم در یک موضع، یعنی در حالت نبوده که حمله بکنه به کسی که شما پیش دستانه به او حمله بکنین. یعنی هر دو مسئله، این دو تا مسئله فرعی هم که البته این دو تا مسئله در منشور ملل متحد نیامده به جنون، ولی در پرتو و در چوکات ماده 51 بعضی کشورها ایره در همون چوکات مورد بررسی قرار میتن، یا مورد این اعمال پیشگیرانه و پیشدستانی خود در چوکات ماده 51 منشور ملل متحد قابل توجیه میدونن که این مثلا در این جنگ هم قابل توجیه نیست. و همونطور که امینی صاحب فرمودن، این جنگ یک چیز را نمایان ساخت و این که قوانین حقوق بین الملل عمومی دیگه در ملای کاغذ است و بیرون از کاغذ چیزی نیست. در جهان امروز فقط آنچه که حکم میرانه زور است، چیز دیگه نیست. این از نظر حقوقیش بود، ولی اساسا از نظر سیاسی اگر یک نظر کوتاه برش داشته باشیم، این جنگ مربوط به این نمیشه که در اینجا مثلا حکومت آخوندی است یا مثلا یک حکومت مستبد است که آزادی های مردمش سلب میکنه. این مربوط به این گپا نمیشه. و این که ما فکر بکنیم این کشورها آمدن که یا این دو کشور آمدن که مردم ایرانه که به ضد حکومت خود قیام کردن الف بکنه، این هم یک سودای خیال مفانه است و یک چیز است. اینا برای کارهای خودشون میان، هر کسی به کار خودش است. بازم میگم این مربوط به این نمیشه که اینجا در اینجا جمهوری اسلامی باشه، در اینجا شاهی باشه، در اینجا جمهوری دموکراتیک باشه، یا ای که در اسرائیل نتانیاهو باشه، یا ای که در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ. صحیح است. در بعض مواقع بعضی اشخاص کلیدی که نفوذ زیاد دارن شاید فیصله‌هایشان تاثیرگذار باشه در شدت و خفت جنگ، ولی این تشنج نیست که مربوط به یک حکومت. این تشنج منطقی است. این تشنج بر سر تسلط بر منطقه است. این جنگ دوامدار است. این جنگ از در وقت شام اگر شما ببینید، در وقت شاهی هم اگر ببینید، بین کشورهای عربی و ایران تشنج وجود داشته. امروز هم تشنج است. اسرائیل هم وقتی که میخواد ایران و حتی در بعض تئوری‌ها آمریکا رو میخواد از رده‌های قدرت خاورمیانه بیرون بکشه. حتی بعض تئوری‌ها طوری است که البته شاید درست نباشه، شاید درست باشه، که خود اسرائیل خواهان شکست ایالات متحده در این جنگ است، تا اینکه پایش از منطقه بیرون شود، تسلطش از منطقه بیرون شود و خودش باشه خود اسرائیل تسلط منطقه را. همونطور که میگن او اسرائیل بزرگ که میگن، به این معنی نیست که کل کشورهای عربی را تسخیر بکنه، ولی وقتی که مسلط بود بر منطقه، همون منطقه از شما دیگه، مستقیم و غیر مستقیم. و ایران هم عین همون قضیه است، میخواد تسلط داشته باشه بر منطقه. و امروز قضیه انقلاب اسلامی، قضیه جمهوری اسلامی نیست، قضیه از سالهای سال. شما برین روابط ایران با عرب بعد از جنگ اول جهانی، بعد از شکست امپراتوری عثمانی ببینین، همیشه متشنج بوده، همیشه متشنج است. این منطقه متشنج است، شارک انرژی دنیا است، بنابراین معمولا متشنج. همیشه بر سر تسلط بر این منطقه جنجال وجود داشته. امروز هم این قضیه است. اما یک مسئله که مسئله حقوق بین الملل عمومی و گپایی که ما گفتیم شاید زیاد ارزش نداشته باشه، ولی یک چیز را
ما دیدیم اینجا متحدین بسیار نزدیک ایالات متحده آمریکا در این جنگ همکاری نکردن. ما دیروز یک خبر دیدم، یک کنفرانس دیدم که وزیر دفاع فرانسه در کنفرانس در پاریس میگه که پاریس فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میگه که ناتو برای از دیزاین نشده که برای تنگی هرمز باز بکنه. ناتو برای امنیت منطقه ایرو و اتلانتیک دیزاین شده و در ضمنش ناتو برای دیزاین نشده که در یک جنگ اشتراک بکنه که تمام قواعد حقوق بین الملل عمومی و تمامیت ارضی کشورها را نقض میکنه. این یک صحبت است که کلان ناتو میگه. بنابراین این هم خودش نماینگر از این است که این جنگ یک جنگ تسلط گرایانه است. برای از این است که ما یک تسلط ایجاد بکنیم، تسلط داشته باشیم. ولی اصل قضیه یک جای دیگه هم است، جنگ بقاست برای پترودلار. ایران باید فراموش نکنیم. آهسته آهسته ما میبینیم که دلار قدرت خود، بقای خود داره از دست میده در جهان و این ضربه اقتصادی بسیار بسیار عظیم است برای امریکا. این هیچ وقت نمیپذیرد و این برش بازم به تکرار میخوایم بگیم، هر رئیس جمهوری که در ایالات متحده آمریکا می بود همین قضیه رخ میداد. برای حفظ دلار، برای جنگ بقا است، هم بقای دلار، هم تسلط بر منطقه، به شارک اقتصادی منطقه. رنگ لعاب دینی برش داده میشه، ایدئولوژیک برش داده میشه، ولی زیاد ایدئولوژیک نیست. جنگ اقتصادی است، جنگ سیاسی است. با تشکر سید. بسیار تشکر سید. فقط برای اطلاع مزید دوستا عرض شود که فرمایش آقای ترامپ هنوز هم در وبسایت وزارت دفاع موجود است که بعد از جنگ 12 روزه گفته بود که تمام اسلحه های ضروری نابود شده، هر که غیر از این میگه توطئه میکنه. و همچنان در مورد اخیر فرمایش شما که اتحادیه اروپا چه موضوع گرفته، آخرین توییت نخست وزیر بریتانیایی را میگه که ما در این جنگ ارتباط نداریم چون به حد کافی ذخایر داریم، این جنگ مربوط ما نمیشه. احتمالاً فرانسه و آلمان هم همین موضوع را خواهد گرفت. بسیار مزید به انگلیس، صدر اعظم انگلیس گفت که ما تحت فشار قرار دارم که به این جنگ داخل شوم، ولی من منافع کشور خود قوی تر میدانم و به این جنگ به هیچ عنوان داخل نمیشم. دقیقاً. خب حالی از جنرال صاحب خرم بشنویم که مرد جنگ است و مرد میدان. دست کنم عزیز، سلام و ادب. بیشتر دوستا بسیار مسائل خوبی را مطرح کردن. سیاست بیان فشرده اقتصاد است. این جنگ یکی خود جنگی است که نمیتونم ما او را انسانی بگویم که تو جنگی بسیار خانمان سوز و رسوا و با یگان فایلا و دوستی‌های افسین و کودک کشتن. اجازه است من یک توضیح بتم صاحب؟ بله. نگاه ما و شما به جنگ انسانی است. نگاه انسانی، نگاه ما انسانی است دقیقاً. بله، ولی بله. جنگ خراب است. بله. ترامپ در حقیقت فریب نتانیاهو را خورد و تسلط منطقه‌ای می‌خواست و رهبرای جمهوری اسلامی را در جریان مذاکرات یک جا جمع کردن. گفت که نمیشه بزن که وارش است. در جهان امروز فقط زورگویی و قلدری و شرارت و همین چیزا می‌بینم جناب محسنی، و به نام حقوق بین الدول و ملل متحد و سازمان ملل و حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق اطفال و حقوق زن، این چیزا دیگه محسوس نیست در جهان. گذشته از خدمت دوستا عرض کنم که جنگ وحشت است و ایرانگری است و این جنگ خیلی جنگ خطرناک که 8 میلیارد انسان در کره زمین، 6 میلیارد از او مخالف از این جنگ است. اعتصابات، مظاهرات گسترده در خود امریکا، حتی ای که پسر نتانیاهو را خواستن که از امریکا اخراج بکنن، طوری که دوست معاطف گفتن اینجا جنگ پترول دلار یا دلار پترول است، چون برعکس یک تکان داد و این جنگ دیگه هم روی همین مطلب صورت گرفته. خدمت شما عرض بکنیم که این جنگ ریشه های عمیق تاریخی داره و ایران برحق است. ایران مظلوم است. وقتی که پاناما و مصر و ترکیه حق العبور میگیره، این که تنگه هرمز، عربستان و امارات بسیار دور است، آن طرف امان است و آن طرف ایران، چرا اینا از این حق خود استفاده نکنند؟ این جنگ مردم ایران پیش از پیش تکان داد و اینا با آن که رهبرای خود از دست دادن، پایگاه های هوایی و دریاییشان ضعیف شد، ولی با شهامت می جنگند. این جنگ بیشتر جنگ اقتصادی است. دولت اسلامی از این کاش رهبران چپی و راستی در افغانستان مثل رهبران آخوندها می بودند. هر کدامشان دانشمند، بسیار بینش سالم در قبال جنگ 12 روزه امروز حرکت کردند. دکتر رئیسی، رئیس جمهور، دکتر پزشکان، یکی مشهدی، هم مرز ما و دیگر ترکتبار
و همچنان رهبری سنی های بلوچستان و سیستان حمایت خود از این دولت دارد. زن و مرد، آنانی که در بخشند در مجاهدین خلق مریم رجایی بودند تعدادی و از پادشاه که میخواستند دستان شود، همگی با در نظر داشتی تلفات اون اطفال خدا که میبینن 175 طفل در مکتب مینا به گونه طفلای 12 پایان دختران معمولا شهید شدن، اینا رو مردم به یاد دارن. به این خاطر جنگ ملت ایران یکی ساخت، پیامدهای خرابی را داد و ریشه هایش در این بود که اونا فکر کردن که ما اگر شاه را پس بکنیم با مصدق دوستی جور کردیم ما میتونیم که ایران را قبضه کنیم، ولی ایران ملت است، اینجا نهاد است، اینجا مردم است، اینجا رهبراست، اینجا فداییان است، اینجا مردمای با ایمان است، اینجا تاریخ داره، فرهنگ داره. با آن که از لحاظ نژادی اسرائیل با معذرت با عرب یکی است، اونا فقط اختلافات تاریخی و سیاسی دارند، ولی یکی عرب است یکی فارس است. فارس ریشه کهن در تاریخ جهان داره و همه دانشمندایی که به شمول افغانستان و ایران و امو خراسان قدیم از همین سرزمین از ایران شرق هستند. به این خاطر بازی به ایران بازی با یک تمدن است و این مردم اگر 1000 امریکایی و 6000 اسرائیلی و چند هزار ایرانی هم چی شده باشه، ولی نهاد سیستم مردم وجود دارند. دولت متحد است. نامردی امریکا و اسرائیل دری بوده که در جریان مذاکره که در عمان یک کمی پیشروی هم داشت، خیلی از عقب خنجر زدن است و اینا واقعا که ما در جنگ 12 روزم تحلیل کرده بودم، یک مصاحبه هم داشتیم امروز هم که یکی جای دیگر را پر میکنن، ولی متاسفم با اون سخنان علی خامنه ای که ما یک آدمی چپی دیروز آنقدر غافل در مذهب به این بینایش یک رهبر حرفایش میشنم یادم علی لارنجانی، جواد ظریف، اینا آن چقدر خوب صحبت میکنن و تحلیل میکنن و مقاومت میکنن. واقعا این مردم ایران مردم وطن دوست هستند. تحسینشان، آفرینشان به غیرتشان، بر همتشان، بر شهامتشان. اصل جنگ در آن است که ترامپ شکسته شده، ترامپ دروغگوی است، قلدر است و همین قوای پیاده خودم اونجا مقاومت نمیتونه در جزیره خارک یا جای دیگهش همون 440 کیلوگرم مواد یورانیمی غنی شده را که برای غنی سازی است اون را دزدی کنه و جنگ پایان ببخشه. حالی مردم هوشیار هستند و این جنگ اگر برای ایران ضربه دیده برای اسرائیل هم چیزی نمونده. اعتبارات امریکا در درون خود انفجار میکنه، مثل شوروی پارچه خواستن برای کاملا ظلم میکنه و اینا 50 سال قبل پلان داشتن. آقای محسنی شما باید دارین که دکتر مصدق چی گناه نداشت، افکارش چی میکنه، نفت ملی ساخت، 6 سال دیگه زیر تهدید بودن، همین پادشاه را بردن، خمینی را آوردن که والله به نفع ماست. خمینی اونا تحریکاتن گروگان گرفت، از خودشان دفاع کردن، دشمنی 47 سال پیش از اینجا شروع شده. به خاطر از این شروع شد که اونا میخواستن که تطمیع کنن مثل کشورهای شورای روسیه که آسیای میانه داشت که در این منطقه حاکم باشن و زمینه سازی را برای گسترش اسرائیل انجام بدن و اون جنگای نیابتی را که توسط حزب الله و حوثی و چیزا انجام داده ایران خود مجبور بود دیگه. پایگاه نظامی امریکا در خلیج فارس چی میکنن؟ اینقدر مصارف عربا برای چی میتن؟ او خو عربا را نزده، او خو آذربایجان را نزده، او خو ترکیه را نزده، خو امریکایی‌ها را زده. نه قاره پیما وسیله نداره. دینمیشه دمیج افراد امریکایی منظور از تلفات است. حال خون انسان ایرانی خون انسان نیست. تنها از امریکایی را ما باید بگیریم که 1000 نفر تلفات داده و 30000 داودی در اینجا با رهبرایش که دیگه پیدا میشن. همین علی لاریجانی پیدا میشه، همین رهبر خامنه‌ای. کجای رهبر یک دیکتاتور بود؟ همه جا کدام فرودگاه داره، کدام کالج، کدام یونیورسیته، کدام پول به نامش چاپ کرده رهبرای افغانستان والی، همش برای مردم بود، منطقی، برای گسترش زبان فارسی. چقدر از مردم افغانستان تعریف کرده در صحبتاش، اشعار از اینه که ببینید. و بعد از مرگ از این من متوجه صحبت‌های از این میشم واقعا شفته حرفای آلمانی از یک انسان مترقی، یک دولت اسلامی با در نظر داشت خصوصیات ایرانی‌ها را که من میشناسم همینطور نباشه. ایجاب هستی، با ایجاب هستی، آزاد هستی، آزادی است، دموکراسی است، زن تحصیل میکنه، زن کار میکنه. یعنی چگونه این گونه حکومت اسلامی مثل ایران نیستن. این سنی ها، این عربا، این شیوعی خیاش هستن که باسن بوسی میکنن، پای بوسی میکنن و در دنبال رو هستن با کشور همسایه و همدیری خود باید بسازن.
این جنگ کفر اسلام نیست، این جنگ شیعه و سنی نیست، این جنگ غارت سرمایه هاست، این جنگ دزدیدن 450 کیلوگرم مواد برای غنی سازی هسته‌ای است. این خرساختن اعتبار یک تمدن است. این تمدن مهم نیست مثل که پاکستان با هر رژیمی که بیاری مخالفت است، به خاطر که خط دیورند قبول نکردی از اول، خلقی بیا میزنه، پرچمی بیا، مجاهد بیا، طالب بیا، هر کسی باشه. خب همین فیصله شد، عالم فیصله شد، در حد خود باش، مذاکرات جهان داره. و صحبت های عراقچی، همین عراقچی دکترای خود از کین گرفته، تحصیل یافته، همین انگلیسیش از ما کرده که خوب است، با اونم که یک بسیار شکسته گپ میزنه، خود سالهای قدیم بوده، مردی چیز است، چی خوب گپ میزنه، چی خوب تحلیل داره، چی خوب منطق داره. این رهبرا این برازی نمیگیم که ما زبان اونا رو میفهمیم، ما برازی که منطقشان هم در انگلیسی و فارسی خوب میفهمیم، چی زیبا میگه، از حق خود دفاع میکنن. حالا چی کردن اونا؟ چی راه نقص ایران در به اسرائیل چی رسیده؟ نقص جنرال ایران صاحب ریشه‌یابی جنگ خیلی خوب کردن صاحب، با معذرت که صحبت شما رو قطع کردم. آینده جنگ چی پیش بینی میکنین؟ خود چند نکته خو خیلی دروغ شد، نه یا میگفت که این رژیم ریشه نداره ولی ثابت شد که خیلی ریشه داره، رهبرایش میآید در بین مردم در تظاهرات شرکت میکنه. دیشب رئیس جمهور هم بود، وزیر خارجه هم بود و مقامات دیگه نظامی هم یقینا بود که نمیخواین افشا بکنن. آینده جنگ چی پیش بینی میکنین صاحب؟ آینده جنگ در این 80 رهبر نظامی و ملکی ایران فوت کرده و نمو قدر یک 80,000 دیگه داره و این قدر این سیستم تربیه یافته بود از لحاظ کادری و سیستمی اما اداری و رشد موزون که در جهان نظیر نداره. آینده چیز امریکا در باخت است، بالاخره مجبور است در مذاکره بشینه، حق ایران بده، غرامات بپردازه و آینده جنگ ما پیش بینی یکی در یک برابر قلدرترین کشور دنیا این بیش از یک ماه مقاومت کرد. آینده و چیز ازی است، پیش بینی ما است که جنگ آخر هر جنگ صلح است، اما این صلح به نفع ایران است. ایران برد میدانه. آفرین نشان. آفرین. با عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما جناب محسنی صاحب و بزرگواری که در اتاق تشریف دارن. صحبت های همه را شنیدم. همه ما شما اضطراب نگرانی فوق‌العاده داریم. فکر میکنم که از ماه مبارک رمضان که تجاوز وحشیانه هوایی بر سرزمین ایران اتفاق افتاده، خورد خوراک و راحت از همه ما گرفته. باور کنین که من امسال سال نو و هم ایده احساس نکردم که اید است، چون به قول حکیم بزرگ حضرت سعدی که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اگر ما آدم هستیم، صرف نظر از همه تعصبات و شکرنجی هایی که از هم دیگه داریم، در ایتو یک موقف نمیتونیم که بی تفاوت باشیم. عنوان برنامه شما بسیار جالب است و واقعا باید ما سر از این فکر بکنیم که برای که انسان ها کشته میشه، تجاوز اسرائیل و امریکا از نگاه انسانی تحلیل شود. یک شاعر بسیار زیبا گفته بود که نهال تمدن برای بشر بباید دهد عدل و راحت ثمر. مگر متاسفانه امروز میبینیم که متمدن ترین کشورهای جهان که اولش امریکا است و دومش غلامش اسرائیل یا نایبش اسرائیل، بر کشور ایران و بر کشورهای آسیای شرقی میانه بگوییم یا فلسطین چی ها کردن و چی ها میکنن. معلوم است که نشان میده که امروز مخصوصا در صحبت های اخیر خود ترامپ میگه که ما در ظرف 2-3 هفته میبراییم و ایران به عصر حجر میبریم. این کمال افتخارشان است. خجالت هم نمیکشن. به حیث انسانهای متمدنی که دعوا میکنن که حقوق بشر و دموکراسی را برای جهان عرضه میکنن، امروز میگن که ما جوامعی را که به غلامی ما حاضر نشه و اونا رو به حصر اجر انتقال میدیم. متاسفانه تا حدی هم کردن. این ویرانی هایی را که ما شما در چارگرد شهر تهران و شهرهای بزرگ صنعتی ایران مثل اصفهان زدن و در مراکز هستوی ایران زدن، این کلش اگر از نگاه اقتصادی برآورد شود سر از تریلیون ها دلار میکشه.
و مگر تاثیرات انسانی از چی است؟ آیا ما و شما او دوران تیره و تار استبداد حکومت الحادی و روسا را فراموش میکنیم؟ آیا رعد و برقی که از اثر بمباردمان هوایی لشکر بی خدا در قرا و قصبات اتفاق میفتاد، آیا او استراب و دلهوره در مغز ما کمیال سال هاست که در غرب زندگی میکنیم، آیا فراموش ما شده؟ آیا ما همه ما بساب چی نداریم؟ اعراض پس از جنگ که یک سندروم است که به نام در مغز شما میمانه. آیا ما گرفتار از اون نیستیم؟ اگر نباشیم چرا امیال بیدارخواب هستیم؟ چرا شب و روز دلنگران ایران هستیم؟ همین چند ماه پیش، همین 6 ماه پیش که جنگ 12 روزه بود، پیش از او بعد از او ایران میلیون ها مسلمان افغان از شهرهای مختلف خود کشید. افغانی پدر سوخته گفت. مگر امروز اونو کسایی که ما را پدر سوخته گفته، ما بر از اونها اشک میریزیم؟ دل ما میسوزه که چرا فرزندایشان کباب شدن و امروز چرا ایران بعد از افغانستان لابراتوار تجربه سلاح‌های نظامی هوایی امریکا میشه، مثل که افغانستان لابراتوار سلاح‌های نظامی روس و امریکا بود. من چند وقت پیش، یک هفته پیش خواندم که یکی از راکت‌های دوربرد امریکا که همون راکتی که در مدرسه یا مکتب مینا خورده بود و این 167 شاگرد از بین برد که از هم سالشان 12 ساله بود. این یکی از راکت‌های بسیار پیشرفته امریکا است و اینا افتخار میکنه که بسیار عملیات ما موفقیت آمیز بود. این که این طفلای معصوم چی آرزوهایی داشتن، این خانواده ها چی دردهایی دارن، تا وقتی اینا احساس نمیکنن که بر خودشان و بر خاندانشون این چیز نبیایه و ما دعا میکنیم که خدای روزه بیاره سرشون. و کسایی را که مراکز تعلیمی را از بین میبرن، شفاخانه ها را از بین میبرن، بس مراکز صنعتی را از بین میبرن، مراکز زیرپایه های حیاتی را از بین میبرن، معادن و یار خیر منابع آب و برق میخوان تهدید میکنن، در آخر که ما ایره بساب میزنیم و ایران به عصر حجر انتقال میتیم. خجالت خوبتر است نسبت به این حرفی که از روی قلدری میگی که من ایران در ظرف 2-3 هفته خارج میشم و ایران به عصر حجر انتقال میدم، یعنی که تمام زیر ساختاش از بین میبرم. صرف نظر از این که من نمیفهم که سازمانایی که برای حفاظت از حفظ صحه جهانی و یا گلوبال وارمینگ یا گرمایش زمین فعالیت میکنن، چرا امروز خاموش هستند؟ آیا امریکا و اسرائیل نقل و نبات سر کشور ایران با باد میکنن؟ آیا اینا شگوفه باد میکنن یا اینا بم و راکت باد میکنن؟ اثرات مخرب این سلاح‌ها برلوی که از نگاه روانی و عاطفی چی رقم ما را بساب مردم ایران و اطفالش و خانواده‌هایش ناامن ساخته، آیا متوجه حفظ صحی بساب محیطی هستن یا نیستن؟ این گرمایش زمین چقدر بالا میبره، این زیرساخت های وقتی که تخریب میشه چقدر نظام صحی مردم ایران و مردم منطقه خلیج زیر فشار میره. ما میگیم در این جنگ نه تنها که ایران که یک کشور اسلامی است و امت مسلمان کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله هستند، در مقابل کشورهای شرقی میانه که امیال در خط تیررس ایران است و ایران منابع ازوار زیر عملات خود قرار داده، از جمله امارات متحده است، مثلا قطر است، عربستان سعودی است، عمان است. اینا کلشان وقتی که معدنهای نفت و گازشان در میگیره، این خودش چی با تولید میکنه؟ ای کاش اینا در جنگ مداخله نمیکردن. راکتایی که ایران به طرف اسرائیل روان میکنه در هوا او را منفجر نمیساختن تا اسرائیل درس میگرفت که 70,000 نفر در 2 سال بساب تباه کردن چی معنا داره. اما تر که تو بلدنگای تا خوش داری و دوست داری و مردم تا دوست داری و زیر زمینی برشان جور میکنی که حفاظت شون، مردم دیگه همی حق حیات دارن. اطفال دیگه هم باید در فضای
امن و امان تعلیم و تحصیل بکنه. امروز میفهمین که نظام تعلیمی ایران متوقف شده. من چند روز پیش خواندم که امتحانا را نمیگیرن. چطور بگیرن؟ وقتی که از سالون ورزشگاه گرفته تا به حساب مراجع خدمات عامه مورد حملات وحشیانه هوایی امریکا و اسرائیل قرار میگیره و اینا افتخار هم میکنن که تا حال بیشتر از 2000 حمله هوایی بر سرزمین ایران انجام دادن. اینا بمای چند هزار کیلویی بساب فرود آوردن سر مردم ایران. بنان من حیث یک زن مسلمان، من حیث یک افغان واقعا متاسف هستم. اما طور که به مردم غزه گریه میکنم، برای اینا هم گریه میکنم. میگم پروردگارا، امروز آبروی اسلام مطرح است. امروز اسرائیل به اهداف خود بسیار موفق شد. عراق تجزیه کرد، بساب لبنان به آتش کشید، فلسطین تسخیر کرد، لیبیا را از بین برد. تمام نیروهای مقاومت که در مقابل اسرائیل بساب بود کلش از بین رفت. یگانه کشور مانده بود که ایران و امروز نوبت ایران رسید و ما مطمئن هستم که بعد از ایران خدای نخواسته اگر این تجاوزکار، این دنب سگ قدرت ترامپ ادب نشوه، قدم بعدیش ترکیه خود بود که یگانه کشور نسبی اسلامی مترقی است و قدم بعدیش پاکستان لعنتی خود. چطور میتونه که پاکستان اینا تحمل کنن؟ ایران بم نساخته، او را مجازات میکنن. پاکستان که بم داره او را مجازات نمیکنن. دو دلیل داره، یا چاپلوس است، موزه پاک است و عنصر خودشان است، از همون خاطر چیز نمیگن، و یا ای که اینا واقعا بساب در آینده پلان برای بربادی پاکستان هم دخواد داشتن. با وصف ازی که برای تباهی هیچ کس خوش نیستم و ای کاش که در جهان جنگ نمی بود و حتی بیکار آشپزخانه نمی بود، مگر این به دل ما نیست. امروز اتفاق افتاده. بیاین که به این فکر کنیم که واقعا بساب این تجاوز از نگاه انسانی چی تاثیرات مثبت و منفی داشته. از نگاه انسانی من فکر میکنم که ما میبینیم وجدان بشریت شور میخوره. امروز بالاتر از 80% امریکایی به طرفداری جنگ علیه ایران نیست. کلشان میگه که این تجاوز به خاطر ترامپ کرده که دوسیای اپستین مخفی بسازه و نقش خود در این مسئله مخفی بکنه. از امون خاطر صدای ضد جنگ در امریکا بسیار بلند است، واقعا قوی است. و دیگه در اروپا برادرای ما پیشتر اشاره کردن، بسیار خوب اشاره کردن. امروز بساب فرانسه اعلان میکنه که ما حاضر نیستیم که تنگه هرمز باز کنیم و راست هم میگن چرا باید باز کنن؟ کسی که سبب بسیج شدن تنگه هرمز شده او باز کنه. چرا در او وقت ناتو را گوشمالی میدی که من مسئولیت شما را نمیگیرم و امروز که باز خودت سبب از این میشی که نفت از و گاز از یا بلند بره، باز میگن بیا نه خالق بیا مرافقم هستی، بیا بساب ناتو بیا ایره باز کنه. این خوب بسیار احمقانه است. یا این آدم خودش احمق است یا ایت فکر کرده که بازارتیزی میکنه، مثل بساب که در تجارت های خودی کار کرده که فکر کل دنیا را در مسخره میگیره و این رقم خود نمیشه. خدا کنه که مردم وجدان ها بیدار شوه. اما طور که در مقابل تجاوز اسرائیل در فلسطین فریاد آزادخواهی و آزادی سازی فلسطین بلند شد و اونمو افکار عامه مجبور ساخت که ترامپ بگویه که دیگه جنگ توقف کنه. گرچه از او وقت حال 600 یا 700 نفر دیگه در منطقه غزه شهید شده، مگر باز هم خو یک وجدان انسانی بیدار شد. از بازیگرای سینمای هالیوود گرفته تا به کنسرت ها و هنرمندا، کلشان اولین فریادشان فری فلسطین بود، آزادسازی فلسطین بود. امیدوار هستم این فریاد آزادی خواهی بساب از طرف تمام افراد بشریت بلند شود و قلدرها سر جایش بشینه و وعده خدا حق باشه که گفت که من سمود و قوم عاد و قوم بساب فرعون چی کردم. و کسایی که میگفتن که ما میخوای ما در زیر زمین است، این میخوا برداشته میشه انشالله و کان حق لنا نصر المؤمنین. خداوند نصرت شامل حال
برادرای شجیع و مؤمن سنگردار ایمان ما در ایران بگردانه و به ملت ایران که شهامت خود نشان دادن، مثل افغان ها و سیاستمدارایشان فرار نکردن، ملت خود در دام بساب افعی ها و اجدارهای جهل و بیسوادی نگذاشتن، دخترای خود بیسواد نساختن، مکتبا را در رویشان بسته نکردن، بلکه شیشتن، کشته شدن، شهید شدن و هنوزم کشته میشن، بازم سر میتن و سنگر نمیتن. ما باید بگوییم که ایرانی ها باید بگوین که گر به میدان آمدی میدانیم، وقتی که تو در میدان بیایی مرا مشناسی. ایرانی ها ثابت کردن که واقعا مرد میدان هستن، نه مثل افغان ها که در زبان همه چیز میگیم در عمل هیچ چیز نداریم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مایک آزاده. یک دنیا ممنون. استاد بزرگوار فروتن صاحب فرمایش دارین؟ بله، تشکر. سلامت باشین، خواهش زنده می‌کنم. باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام عرض می کنم به همه فرهیختگان و عزیزانی که در جلسه حضور دارند. مسئله حمله ناجوانمردانه اسرائیل و امریکا بر خاک جمهوری اسلامی ایران به خاطر از این ناجوانمردانه هست که اونها در هر دو دفعه، چی در دوره قبل از آن که جنگ 12 روزه را آغاز کنه و چی آنچه که بعداً در رمضان شریف جنگ آغاز کنه، جمهوری اسلامی ایران با مذاکرات تن داده بوده. گفته بودن که ما مذاکرات میکنیم، بر ای که گویا نیروهای ضروری را یا همی برنامه که بوده که تا چی اندازه پیش بره، در حالی که نماینده امریکا در در دور دوم مذاکرات که در سوئیس در سفارت عمان انجام شده بود، خودش رضایت نشان داده بود، گفت مذاکرات بسیار خوب پیش رفت، انشالله که به یک توافق میرسیم. اما ناگفته و بدون از اینکه ایرانی ها برایشان واقعا تدابیری داشته باشه، حمله کردن سرش. به این عنوان حمله کردن که ما نظام جمهوری اسلامی را از بین میبریم و چند روز محدودی شاید صورت بگیره که او فرو بپشه. کسایی هم که تشنه قدرت بودند مثل رضا پهلوی، او را اول آوردن به اسرائیل آمد، دوم به فرانسه که گویا مانند امام خمینی مرحوم بره با ایران و از اونجا در ایران از او همین شکل استقبال خواهد شد، در حالی که نفهمیده بود یا محاسبه نکرده بودند که گویا نسلی که در روز اول انقلاب کامیاب شده به دنیا آمده امروز 47 ساله است. این نسلی هست که اعتراض داره، خوب و بده داره، هر چی که داره در درون جامعه داره، اما همه از اینها مخالف حضور خارجی ها مخصوصا اسرائیل و امریکا در خاک ایران هستند. به همین دلیل همه کسایی که چی مخالف بود و چی موافق بود، برای این که به جغرافیایشان تجاوز شده، جغرافیایی که محل اختلافشان بود، یعنی کوشش میکردن همه گروه ها، چی چپ، چی راست، چی مذهبی، چی کمونیست و چی غیر کمونیست، ناسیونالیست، اینها برای یک جغرافیه اختلاف داشتند. اما وقتی که این جغرافیه سرش حمله میشه، سری این جغرافیه حمله میشه، سری آشیانه حمله میشه، دیگه همه از یا ایرا باید محکوم کنه که محکوم کردند. این نگاه از کجا برش پیدا شده بود؟ روح نظام سرمایه‌داری که ترامپ نماینده به اصطلاح بسیار صادق این نظام هست، این تفکر هست، در اونجا این نهفته هست. در روح نظام سرمایه‌داری اگر کسی توقع داشته باشه که ما ممکن است عدالت، ممکن است وطن دوستی، ممکن است دموکراسی، حقوق بشر و دیگه چیزهایی که تا به امروز هم در دنیای غرب بر او مباهات میشه، ممکن است به این اهداف برسیم، خب اشتباه میکنه. همین چند وقت قبل همین آقای ترامپ برای
جایزه نوبل صلح نوبل کاندید کرده بودند. یعنی به این معنا که شما صلح آوردین و او هم مدعی از این بود که ما در چندین جای جنگ ختم کردیم، اما دیدن که نه، این دروغ میگفت. خانه امی کسی که رئیس جایزه صلح نوبل بوده، خانه از او آباد که او را مستحق جایزه ندانستند، چرا این حرکتش درک کرده بودند، درونش دیده بودند. البته ای که چطوری شکست خورده طبیعی است. ما روز اول حتی در جنگ 12 روزه‌ای که این آغاز کرده بوده گفته بودم طفلی که 47 سال قبل به دنیا آمده، چشمش به تصاویری از رهبران انقلاب اسلامی، امروز اون طفل که 47 سال قبل تولد شده بود در صحنه حضور داره، یعنی میان سال شده. او هست که میتونه در سیاست جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشه. البته یک عده هستند که به دلیل ازی که هیچ کسی نمیتونه این عمل تروریستی اسرائیل و امریکا را چشم بپوشانن از پیشان، محکومش نکنه، میگن که ما این عمل را خو درست است محکوم میکنیم، ولا امریکایی ها و این اسرائیل ها کار خوبی نکردن، یک عملی کردن که بسیار عمل نادرست بوده و اما علتش که بیان میکنه، علتش چی بوده؟ باز بیان کردن علتش به هر شکلی که بوده باشه بالاتر از میسته که او محکومش کرده. لحاظ آدم نمیفهمه کدام حرف آدم قبول کنه، آیا حرف محکوم کردن تا یا حرف ای که تصفیه حساب میکنی امرایشان. و این تصفیه حساب کردن در این روز که سر آشیانه یک ملتی که هم مخالف داره هم موافق داره، در یک جغرافیه هزاران سال پدرانشون و اجدادشان زندگی کرده، با افکار گوناگون زندگی کرده، سر از این آشیانه حمله شده. وقتی که حمله شده فکر میکنی که این هم ونزوئلاسته که شما مردم این ونزوئلا را بسیار زیاد به همون شکلی که بوده تربیتش کردین و میرین در روز روشن یا شب میرین شبخون میزنین رئیس جمهوری که به هر شکل انتخاب شده باشه، ولو دیکتاتور باشه، ولو به هر اتهام متهم باشه، فساد داشته باشه، شما به چی حق شما میارینش محاکمهش میکنین در نیویورک؟ این جای و اون فکر کرده بودن شاید ایران هم این نوع جامعه باشه، این نوع فرهنگ باشه. البته ایران میتونم گفته که در تفکر مادیگری که هم بخش کمونیستیش و هم بخش سرمایه‌داریش هر دو با مادیت ختم میشه. در اینجا این نوع تصورات که قربانی بده برای وطن، برای یک چیزی که معنویت ایمان هست، قربانی بده، حتی خود را به کشتن بده، این دیوانگی تلقی میشه. و این وقتی که دیوانگی زمانی تلقی میشه که فکر میکنه دنیا را فتح کردیم و آدمای هم هستن مثل رضا شاه، رضا پهلوی، هر چی که برش میگیم قبولش میکنه. خب این راست میگه دیگه، والا مردم حاضر هستن، مردم ایران حاضر هستن ما را بپذیره. نه، مردم ایران مردم افغانستان نیست، مردم پاکستان نیست. مردم ایران یک احساس داره، احساس با ایمان، از ایمان برخواسته. با این خاطر عرض ما ای بوده که نباید، خب البته اونها فرهنگ شهادت را نمیشناسن، در امی تفکر مادی که وجود داره نمیفهمن، فکر میکنن که خب زندگی که میکنه خب نمی شکل زندگی است دیگه. نه، در فرهنگ شهادت چیزی دیگری هست. در فرهنگ شهادت انسان برای این دنیا برایش یک آزمون است، به خاطر آن دنیای بسیار بزرگ و دائمی و مرفه. به او خاطر ما عرض کردم که اگر شکست هم بخوره، مثل که اونها اینمی امروز عمل میکنه، 70% ساختارهای انرژی، ساختارهای بنیادی جمهوری اسلامی را ضربه زده. خب میشه که یک ملت را از بین ببری.
و هر آنچه که میخواهی او را به وجود بیاری، اما در تاریخ نام شما به عنوان جلادان، دیکتاتورهای فاسد و خونین ثبت خواهد شد. تشکر، زنده باشین. خیلی ممنون استاد بزرگوار. بیننده های گرامی رادیو کتاب، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین و همچنان تشکر میکنم از تک تک بزرگوارایی که صحبت کردن، تشریف آوردن و با اشتراک خیش وبینار امروز رنگین ساخت. رادیو کتاب افتخار داره که همه دوستا از نظرات مختلف قضیه را بررسی میکنه، چپی راستی همه از منظر انسانی میبینه و امیدواریم که بتونه رادیو کتاب دریچه برای گفتگو برای همه وطندارا شود. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.